لابراتوار سایکلیک اسکنر رو میخوایم با هم دیگه حلش بکنیم. این لابراتوار خب در واقع این گروه موبایل هکینگ لب درستش کرده و یه سرویس آسیب پذیر توی اپلیکیشن اندرویدی بر ما قرار داده که تو مایه های میشه گفت تقریبا نزدیک به سناریوی ریل ورده و هدف اینه که خب بیایم در واقع یک RCE بگیریم. حالا این لزوما مربوط به ریورس گرفتن نیست. RCE یعنی کلا حالا کامند بتونیم اجرا بکنیم از طریق این حالا اپلیکیشن اون سرویس آسیب پذیری که داره که میگه که در واقع یه ویروس اسکنر. خیلی خب میگه دانشی هم که نیاز دارین اینه که خب ماسی مخصوص اندروید اپلیکیشن ها رو بلد باشید و حالا یه آرکیتکچر اندروید رو بدونید چیه که اصلا اون سرویس چیه و وانربیلیتی های مربوط به اون چیه. خب شما که کانتینیو رو بزنید وارد حالا محیط لابراتوارش میشین، یه گوشه اندرویدی آنلاین در اختیار شما قرار میده. من وصل شدم به اون گوشی آنلاینی که داده بود. شما میتونید لابراتوار رو تو همون به شکل آنلاین حلش بکنید. منتها یه ذره تریکس هدم برای این آموزش داشته باشیم و دوست داشتم که به شکل لوکال حلش بکنم و اینکه اون سرویس آنلاینی هم که دارید از کورلیومه و یه پوینتی داریم و اگه اون پوینت تموم شد دیگه دسترسی به لابراتوار نداریم، ترجیح دادم که اپ لوکال دانلودش کنم، یعنی وصل شدم به اون اپ موبایل آنلاین و فایل APK رو دانلودش کردم و اومدم نصبش کردم و موقع نصبم یه چیزی که جالب بود این بود که رو گوشی نصب نشد اون لابراتوار که داشتم. اپ گرفتم اومدم چیکار کردم، اومدم در واقع توی اندروید منیفستش و دیدم که مینستیکا ورژن 30 میخواد، یعنی حداقل اندروید 11. خب اندروید 11 رو دیگه توی برهه اومدیم نصب کردیم و حالا میخوایم بریم ما هم دیگه حلش بکنیم. خب این فایل اندروید منیفست ماست دیگه، من اینا رو توضیح ندادم، این خیلی مقدماتی، صرفا میخوایم با هم دیگه لابراتوار رو حلش بکنیم. اینجا اومده اکتیویتی ما رو تعریفش کردیم، مین اکتیویتی بر ما قرار داده و اکسپورت ترو هست. خب و خب اینجا پرمیشن های خیلی خاصی از ما نخواسته. صرفا میبینیم که یه فورگراوند سرویس داره که یه سرویسی رو میخواد بیاره بالا. سرویس هم که خب میدونید چیه دیگه، یه حالت میشه گفت در واقع یک اکتیویتی که انگار اومده و به شکل طولانی مدت قراره که حالا چه به شکل پس زمینه چه به شکل فورگراوند قرار برای ما اجرا بشه که حالا اینجا به شکل فورگراوند هستش و ما قراره که اون سرویس رو ببینیم. خب از پی ام اگه پایینتر احتمالاً این سرویس اینجا وجود داشته باشه که توی این خط میتونیم ببینیمش. یه نیمی رو اومده بهش اختصاص داده، حالا توی پکیج سایکلیک اسکنر اومده توی در واقع پکیج اسکنر و از اونجا رفته سراغ اسکن سرویس، یعنی کلاس اسکن سرویس. اکسپورتد فالس هست، یعنی ما با استفاده از ADB نمیتونیم همینجوری کالش بکنیم و بعد بریم ببینیم که حالا به چه شکله. خب من میام چیکار میکنم، از همین خود مین اکتیویتی شروع میکنم، با هم دیگه بریم جلو ببینیم که به چی میرسیم. بیایم سراغ مین اکتیویتی. من اینو بازش میکنم. خب میایم پایینتر بریم سراغ آن کرییت که اولین چیزی هستش که اجرا میشه. همونطور که توی کدم دارید میبینید سینتکس کاتلین میخوره بیشتر و حالا بریم جلوتر حالا میبینید اصلا کدای کاتلین هم خودتون این حالت دلار ساین صفر رو اینا که میبینید معمولا، یا این لامدایی که مثلا اینجا میبینید اینا معمولا توی کاتلین خیلی باش درگیر میشید. خب چرا ما ندیدیمش آن کرییت رو؟ کنم ردش کردم اینهاش آن کرییت. خیلی خوب این آن کرییت ماست و یه سری کدی که صرفا میاد اون بایندینگ رو انجام میده برای اینکه بتونه صفحه من حالا اون اکتیویتی رو لود بکنه، اون شماتیک رو بتونه وصلش بکنه، بایندش بکنه به اون اکتیویتی و این حرفا. بعد میاد تا پرمیشن لانچر رو فراخوانی میکنه که از اسمش خب مشخصه داره پرمیشن ها رو در واقع چک میکنه و یه بحث هندل پرمیشن داره که میاد توی این بخش یه سری پرمیشن ها رو چک میکنه به شکل داینامیک که ببینه من دسترسی دارم یا خیر. اگر یه نگاه کلی به این فانکشن ها بندازیم، حالا نخوایم تک به تک خطا رو بیایم جلو، خیلی شاید سولوشن خوبی نباشه. ما بخوایم خط به خط بخونیم و فلو رو در بیاریم اونجا خیلی زمان بره. معمولا این چشمی آدم نگاه میندازه قرارش مثلا خب این خط چیکار میکنه، خب این خط چیکار میکنه، خیلی طول میکشه. میتونیم ببینیم که اینجا یه سری فانکشن جذاب برای ما وجود داره که مثلا میگه که scan service started your device will be scanned regularly.
داره میگه که خب حالا میاد شروع میکنه اسکن کردن دیوایس. یه استارت سرویس هم اینجا میبینیم که به منزله شروع اون سرویس هستش که اگر من اینو بیام یه فایند یوزیج روش بگیرم میتونیم ببینیم که کجاها این در واقع فانکشن کال شده که حالا جای ما نمیبینیش وقتی که اومده حالا این سرویس رو کالش کرده. خیلی خوب، حالا بعد میام خط به خط بخونیم و این حرفا. مثلا اینجا شما نگاه کنید یه ستاپ سویچ ما داریم، ستاپ سویچ اومده، حالا این سویچ هم خودتون توی کد که بریم میبینید. ستاپ سویچ که زمانی که میخواد حالا فراخوانی میشه میاد سراغ این ستاپ سویچ رو شروع میکنه به این فورگراند سرویس رو ایجاد کردن. اگه دقت کنید اینجا زمانی که میخواد فورگراند سرویس رو استارت بکنه در نهایت به این استارت سرویس هم میرسه. خیلی خوب، عرضم به خدمت شما که حالا ما میتونیم که استارت سرویس رو پس در نهایت ببینیم، میدونیم که سرویس قرار اجرا بشه و بریم ببینیم که حالا تو اون سرویسی که قرار کال کنه که اینجا میتونیم ببینیمش اینهاش اسکن سرویس، بریم مثلا کجا این داره دیفاین شده، کجا در واقع ساخته شده و کجا قراره ازش استفاده بشه. من یه سرچ هم همینجا بزنم اینجا میتونیم ببینیم که اینجا داره چی میشه، داره کال میشه در واقع. داره میگه استارت فورگراند سرویس، میگه این اسکن سرویس دات کلاس رو برو حالا اجراش بکن. خیلی خب، پس بریم سراغ این اسکن سرویس که ببینیم چی داره. من دابل کلیک میکنم، وارد پکیج اسکنرمون میشیم و سراغ کلاس اسکن سرویس میریم که اکستند کرده از سرویس، پس سرویس ماست. خیلی خب، گفتیم خیلی کد دارم اینجا بخوایم خط به خط بخونیم بیایم پایین شد یه ذره اذیت بشیم، ولی به صورت کلی خب اینجا که داریم این که زمانی که کرییت شد این سرویس بیا چیکار بکن و چیز دیگه که برای ما خیلی مهمه آن استارت کامنده که میگیم زمانی که شروع کردیم به ارسال کامند چیکار بکن. خیلی خب، بیایم توی این آن استارت کامنده و بیایم اینجا. خب یه سری اینجا کد می‌بینیم، حالا همینجور من چشمی میخونم میام پایین استارت فورگراند میکنه، بحث نوتیفیکیشن، حالا احتمالاً یه نوتیفیکیشن هم برای ما ایجاد میکنه حین اسکن کردن و سرویس هندلر رو می‌بینیم که داره کال میکنه. سرویس هندلر کجاست؟ این بالا تعریف شده. اگر بیایم بالا اینهاش پرایوت سرویس هندلر داریم که داره در واقع از این گرفته میشه، از این کلاس داره میاد. در واقع سرویس هندلر با اس کوچیک، از این سرویس هندلر با اس بزرگ داریم، یا تفاوتش تو این اس است. خب این سرویس هندلر رو ما اینجا داریم، پس داره از این استفاده میکنه. زمانی که میاد سراغ این، ما دو تا متد اینجا داریم، یه سرویس هندلر داریم که در واقع خودشه و زمانی که ما داریم دو تا ورودی به این کلاسمون پاس میدیم، یعنی در واقع داریم این متد رو کال میکنیم. زمانی که یک ورودی بهش پاس بدیم که اون مسیج ما یعنی تایپ مسیج باشه، داریم هندل مسیج رو کال میکنیم. اگر بیایم پایین تو این آن استارت کامنده، اینجا سرویس هندلرمون رو داریم و تو این سرویس هندلره ایناش من دنبال این بودم. تو آن کرییت اگه دقت کنید سرویس هندلر رو نگاه کنید، داره وقتی که نیو میکنه در واقع داره این دوتا پارامتر هم داره بهش پاس، این دوتا آرگومنت هم داره بهش پاس میده، پس یعنی داره میره سراغ این در واقع کانستراکتورش. خب حالا اما اگر پایینترش رو بیایم دقت بکنیم، اینجا دیگه سراغ، یعنی حالا اینجا که چی تموم شد، میام اینجا داره در واقع تو سرویس هندلر اون تایپ سرویس هندلر رو میسازه و این رو میریزه داخلش، همون سرویس هندلر ما رو، و اینجا میاد حالا چک میکنه که به مشکلی نخورده باشه و همه چی اوکی باشه، حالا خلاصه این حرفا، و میاد اینجا سراغ سرویس هندلر و در نهایت سرویس هندلر اینجا دات سند مسیج رو میتونیم ببینیم که این مسیج رو داره براش ارسال میکنه. خب که اینجا اون مسیج دات آرگومنت وانش استارت آیدی که به این آن استارت کامند پاس داده شده و در نهایت اینجا سرویس هندلر ما دات سند مسیج که اتفاق میفته، یعنی میاد چی اجرا میکنه؟ این هندل مسیج ما رو. خب بیایم تو هندل مسیجمون اسکن رو داره شروع میکنه، داره چیکار میکنه؟ از environment get external storage directory میگیره. خیلی خب get external storage directory کجا رو داره اشاره میکنه؟ اگر من بیام اینجا، حالا من میام آوردم تو جنی موشن نصبش کردم، اینجا مسیر جنی موشنیش آوردم، ADB shell زدم. اینجا ما یه مسیری داریم /storage/self/primary و یه مسیر دیگه هم داریم من ls رو میگیرم ls/scard، یعنی از همون مسیر خود روت اشاره میکنیم به scard. این مسیر اشاره میکنه به همین مسیر، یعنی این در واقع سافت لینک داره اتفاق میفته و اگر من همین جایی هم که الان هستم ls بگم میبینی که محتوا یکیه و اگر من بیام اینجا یه فایلی هم حتی بسازم، هم اینجا ساخته میشه هم توی /ls/sd card.
خیلی خوب. این از این. پس یه سافت لینک ما اینجا داریم، دو تا مسیر پس یکسانه، خیلی تفاوتی نداره. پس در نهایت این get external storage directory داره به اون مسیر storage/self/primary اشاره میکنه، مسیر external storage پیش‌فرض. خیلی خوب، جایی که تعریف شده براش. و میایم پایین‌تر، فایل کن رید و فایل ایز فایل اینا رو داره چک میکنه که ببینه فایله یا نه، میشه خوندش یا نه، از اینجور حرفا. میاد مسیر رو میگیره. خب اینجا میبینیم یه اسکن انجین داریم، پس اون موتور اسکنش رو داریم میبینیم که قرار اسکن فایل رو انجام بده. اینجا متد اسکن فایل رو هم میتونیم ببینیم که اون فایلی که خونده میشه رو در واقع پاس میده به این فانکشن. خب که در نهایت حالا میاد چک میکنه که این فایل سیفه یا فایل مخربه. اینجوری مثلا میگم یه آنتی مالور اسکنره، حالا مثلا برای اندرویده، مثلا آنتی ویروسه. خب اسکن فایل رو بریم ببینیم که داخلش چی داره. میایم اینجا و میبینیم که متد اسکن فایل اینجا تعریف شده، یه فایل داره میگیره از ما به عنوان ورودی. و میایم پایینتر میبینیم که اینجا داره کامند تشکیل میده با استفاده از توی باکس، شاوان اون فایل رو داره حساب میکنه و شاوان رو مثلا میتونه حالا بره مثلا با ویروس توتال یا حالا هر جای دیگه اصلا خودش شاید یه دیکشنری داشته باشه، اصلا این سرور مجزا داشته باشه، چک کنه ببینه مثلا این مالور قبلا هشش که به عنوان یه IOC شناخته میشه آیا در پایگاه داده وجود داره یا خیر. خب این کامند یه جایی باید پاس داده شده باشه، استفاده شده باشه که اگر ببینیم اینجا از process builder dot command استفاده شده، از sh داره استفاده میکنه، یعنی در واقع از اون شل اندرویدی داره استفاده میکنه و این کامند رو داره بهش پاس میده که توی باکس رو اجرا بکنه. در واقع میشه گفت یه جورایی یه همچین اتفاقی داره میفته. من این تیکر رو بخوام کپی بکنم، میاد تو اندروید من و میاد میگه که اوکی sh-c توی باکس شاوانستان فایل .txt که خب اینجا درست کار نمیکنه اصلا. کلا این توی باکس اصلا اینجا یه مشکلی داره که شاوانستان اصلا نمیتونه کال بکنه، ولی خب خلالی تو کار ما اون حین اکسپلویت کردن آسیب پذیری ایجاد نمیکنه. خب حالا نکته که به وجود میاد چیه؟ اینه که اگر من بیام اسم فایلم رو، اون فایلی که قراره اینجا بیاد و اسکن بشه، اسم فایل داخلش کامند بذارم، چه اتفاقی میفته؟ میاد جلوی این میشینه در ادامه و به این کامند پاس داده میشه. یعنی فرض بگیرید که من این نوتپد باز میکنم. خب قراره که یه همچین کامندی اجرا بشه دیگه. حالا چه اتفاقی میفته؟ مثلا اینجا اسم فایل میاد، مثلا فایل.txt. خب حالا چی میشه اگه من خود نیم فایلم یه همچین چیزی باشه، مثلا file.txt semicolon who am I. خب این عیناً میاد جلوی این کامند میشینه. اگه بخواد یه همچین اتفاق بیفته چه میشه؟ خروجی ما میشه این، درسته؟ و چی میشه؟ این کامند اجرا میشه و بعد who am I اجرا میشه. خب پس اینجا ما میتونیم اینو تبدیلش کنیم به یه کامند اکزیکیوشن. خب صرف اینکه شما بتونید تو این لابراتوار این کامند اکزیکیوشن رو انجام بدین، لابراتوار حل شده شناخته میشه. خیلی خوب. ولی من اومدم میذاره کانسپت رو جذاب‌ترش کردم، گفتیم بذار ریورس شل بگیریم و این شد که من توی پروسه تقریبا 1 ساعته افتادم برای اینکه ببینم که چجوری میشه از اندروید 11 که حتی قبلش اندروید 6 بودم داشتم رو اون تست می‌زدم، رو اندروید 6 حتی چجوری میشه ریورس شل گرفت که نتایج ترجمه میدم اینجا باهاتون به اشتراک بذارم. خیلی خوب. تو اندروید 6 چیزی که من ازش تونستم RC یعنی ریورس شل بگیرم استفاده از این کامند بود. ببینید توی لینوکس خب یه سری تکنیکا دیدین که میان با استفاده از dev TCP مثلا اینجا IP و بعدش هم پورت ریورس شل میگیرن و این حرفا، اما توی اندروید ما اصلا این مسیر رو نداریم، پس این مورد کلا قضیهش منتفی میشه. تنها سولوشنی که میمونه استفاده از MK FIFO که حالا میاد در واقع اون SH حالا به این شکل، حالا شاید شما کامند بیشتر دیده باشید، حالا من اینو توضیح میدم چیه. به این شکل شاید شما کامند بیشتر دیده باشید. مثلا با استفاده از این ریورس شل میگیریم که با استفاده از نتکت داره اتفاق میفته که حالا داریم اون SH رو در واقع ریدایرکشنش میکنیم به نتکت، با توجه به اینکه خود نتکت سویچ دش ایش دیگه کار نمیکنه دیگه، یعنی من نمیتونم بیام بزنم دش ای مثلا بین SH رو پاس بده که البته توی اندروید میشه چی system/bin/sh. خب اینجا شل در واقع قرار داره تو اندروید. خب من اومدم چیکار کردم تو اندروید 6 که داشتم تست می‌کردم، یه نکته‌ای که وجود داره اینه که شما نمیتونید مستقیما بیاین از نتکت استفاده بکنید یا از SH، بعد بیاین از بیزی باکس مثلا SH رو فراخوانی بکنید یا از بیزی باکس بیاین نتکت رو فراخوانی بکنید. خب پس این تو نسخه 6 من اینو زدم برای اینکه جواب بده. پس خروجی کامندمون در نتیجه شد بیزی باکس SH RM فلان و اینجا میومد حالا بیزی باکس SH و بیزی باکس
نتکت. توی اندروید 11 جالبش این بود اومدم بیزی باکس دادم با خطا مواجه شد و کلا اصلا بیزی باکس اندروید 11 من حالا مشکل داشتش، صرف چیز نبود، یعنی بگم حالا شاید اگه بیزی باکس من درست بود شاید اصلا حتی همینم کار می‌کرد، ولی بیزی باکس من یه مشکلی داشت که کلا اصلا اگه دقت کنید سگمنتیشن فالت میده، حالا به هر دلیلی. خب خیلی برام مهم نیست، مهمه که در نهایت کار نمیکنه دیگه، حالا اون جوابی که میخوام رو نمیگیرم ازش. خیلی خب اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم از این کامند استفاده کنیم. من یه تغییراتی دادم در حالی که الان این رو اندروید 6 کار نمیکرد. اومدم از این کامند استفاده کردم. فقط لازمش اینه که ما از سو حتما استفاده بکنیم برای اینکه میخوایم این کامند رو اجرا بکنیم. این نکته رو حواستون بهش باشه. خیلی خب پس من رو اکسترنال استوریج و کلا هر کسی میتونه رو اکسترنال استوریج ما بیاد فایل بنویسه دیگه. پس من میتونم بیام چیکار کنم؟ یه فایل، دو تا فایل اونجا ایجاد بکنم. میخوام چیکار بکنم؟ من خود این کامند رو که نمیتونم بیام بذارم تو اسم فایلم، با خطا مواجه میشد. اینجا رو ببینید، من مثلا میتونستم بیام چیکار کنم؟ بگم تاچ کن مثلا file.txt، بعد مثلا بیا whoami یا مثلا curl رو انجام بده دیگه، درسته؟ مثلا میگفتیم whoami. خب و اگه ls بگیریم یه فایلی داریم اینجا که داخل اسمش whoami داره، یعنی ls-l بگیرم شاید خروج بهتر باشه ایناش. خب اما اینو من برای این کامند نمیتونم انجام بدم. ببینیم که قبلش هم مثلا میگفتیم یه فایل .txt میخوایم باشه، بعد سمیکالن باشه دیگه که اون کامند ترمینیت بشه، کامند بعدی بیاد. یه همچین چیزی خطایی به من میده. خب پس ما با مشکل ریورس شل گرفتن اینجا مواجه میشیم. پس مجبورم من دو تا فایلش بکنم. خب یه فایل بیام در واقع کامندم رو بذارم، بگم برو فایل یه فایل شل اجرا کن و تو اون فایل شل حالا بیام کامند خودم رو بذارم. پس چی شد؟ من اول میام با استفاده از wget این فایل رو دانلودش میکنم. خب توی اکسترنال استوریج که گفتیم هر کسی میتونه رایت بکنه، اصلا خیلی مهم نیستش. من میام اینجا این فایل رو دانلودش میکنم. من حالا چیز آورده بودم بالا، یه وب سرور آورده بودم بالا. نکته که اینجا وجود داره wget هم که تو این اندروید 11 بیلدش کردن HTTPS رو ساپورت نمیکنه. یعنی اگه من همینو HTTPSش کنم، مثلا اول تو گیت هاب گذاشته بودم، جواب نمیده، میگه یا حتما HTTP یا FTP. تو نسخه 11 شاید نسخه دیگه‌اش به دقیق مطمئن نیستم، ولی میبینم اینجا که حداقل با SSL/TLS سازگار نیست. موقع بیلد گرفتن گفتم این در واقع SSL/TLS رو فعال نکردن. حالا مهم نیست. خب این فایل دانلود شد. من میتونم بیام اندروید ریورس شل 11 رو ببینم که داخلش چیه و همونطور که میبینین همون کامندی که اونجا دیدیم surm فلان این حرفا. خب این فایل رو قرار دادیم، فقط میمونه که یه فایل حالا بسازیم که بیاد اون در واقع این فایلی که دانلود شده رو حالا بیاد اجرا بکنه. خب من میگم یه فایل با این نام میسازم. خب این چیه؟ بیایم با هم ببینیم که دارم پاسش میدم به شل اکو. نگاه کنید این در واقع این کامنده. اینه. خب گفتم که sh بگیر، گفتم که یعنی اجرا کن. خب یه همچین چیزی میشه دیگه. اینجا میاد دیکود میشه، پاس داده میشه به sh. ما میگیم که حالا با استفاده از sh بیا sh کن و این فایل رو اجراش بکن برای من. خیلی خب بیایم یه فایل با همین نام بسازیم. من تاچ میگیرم این فایل رو برای من بسازه. خب این فایل الان ما ساختیم. من ls-l بگم خروج رو بهتر ببینید. این همچین چیزی شد. الان اسم فایل من اینو دقت کن. خب و حالا اینجا زمانی که توی کد میاد بره این اجرا بکنه چه اتفاقی میفته؟ یه همچین چیزی میشه sh-c. من اینجا بنویسم براتون. میشه sh-c توی باکس شاوان سام و جلوش چی میاد؟ اسم این فایل فرض کنید میاد. چه اتفاقی میفته؟ میگه که اوکی این فایل شاوانش رو حساب میکنم، کامنت ترمینیت شد، اکو میگیرم، این رو میدم به بیس 64-d که دیکودش میکنه که خروجیش میشه چی؟ میشه این و اینو پاس میده به دوباره شل که میگه آقا این کامنده رو حالا این شل اسکریپت رو برو اجراش بکن که در نهایت چی اجرا میکنه؟ اینو اجرا میکنه. خیلی خوب بریم با هم دیگه یه لیسنر بیاریم بالا. با نتکت من تو ویندوز هم لیسنر رو میارم بالا، میام اینجا و میگم که الان من ls بگیرم. اینم فایلم همه چی اوکی دیگه. اندروید ریورس شل 11 اینجاست، فایلم که قراره اجرا بشه اینجاست کامنده. خیلی خوب سایکلیک اسکنر میاریمش بالا. اینجا میبینید اینیبل اسکنر داره، میگم اینیبل کن و ریورس شل من میبینیم که اینجا
برگشت و الان من میتونم کامندم اجرا بکنم و الان سطح دسترسیم چیه؟ سطح دسترسی U0_A145 که در واقع اون یوزری هستش که برای این اپلیکیشن هست. خیلی خب، حالا اینجا ما گوشیمون فقط میگم این نکته اینم بگم، حالا شاید بد نباشه بعدن یه وقت سوء برداشت نشه، این کامند رو بخوایم اجرا بکنیم طبیعتا دسترسی روت میخواد رو موبایل، ولی اگر دسترسی روت نداشته باشی رو موبایل، صرفا شما تنها کاری که میتونید با این RC بکنید اینه که به فضای این در واقع این اپلیکیشن اون موقع دسترسی خواهید داشت و عرضم به حضورتون که در واقع یعنی میتونید برید تو /data/data اینم گیر کرد. خب /data/data و میتونید برید تو اون پکیج مربوط به این در واقع نرم افزار و حالا اگه اطلاعاتی داشته باشه میتونید از اونجا به سرقت ببرید. من یه بار برم CD کنیم تو این مسیر و یه ذره اذیت میکنه. و اینجا میتونیم به این فایل دسترسی داشته باشیم. حالا اگر فایل مهمی داخل اینا باشه اون موقع دسترسی خواهیم داشت. بدون دسترسی روت میشه این کارو کرد، ولی برای شل گرفتن دسترسی روت لازمه دیگه. حالا میگم دوره مقدماتی نیست، ویدیو مقدماتی نیست، من میام کامل توضیح بدم بحث پرمیشن اندروید این حرفا دیگه، خودتون فکر کنم گرفتین چی شد. خیلی خب، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. فعلا